به مناسبت 24 اسد سال 1400 روز فتح و پیروزی مجاهدین و مردم افغانستان علیه آمریکا و متحدین غربیش که عزم جهاد در وطن کار ماست، شکست عدو هم ز افکار ماست و در 24 اسد غربیان گریختن این عزم بیدار ماست. به دشمن مجال و نفرصت دهیم، در این ره جوانان ایثار ماست. بجز دین اسلام دیگر همه حلقه آویزی در دار ماست. اگر آمریکا بی حیا آمد او، خروجش به شرم آوری کار ماست. خروجش به شرم آوری کار ماست. به هر دشمن دین و اسلام ما ذلیل کردنش آری رفتار ماست. امارت به این پیروانش سلام، همه نوری مردان گلزار ماست. و سلام به قلم مفتی حبیب الله نوری قطاده.